سلام قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. ښه راغلاست د موټرو پرزه پلورلو ځای ته. قدرمنو لیدونکو عزیزانو، څرنګه چې ګورئ نن زه راغلی یم تر څو تاسو ته یوه نوې ښایسته او غوره ویډیو وړاندې کړم. چېرته چې زه درېدلی یم د موټرو د پرزه پلورلو ځای ده. نو دا ځای د غضنفر چوک او د نبیزاده چوک په واټن کې اوسېږي. څرنګه چې تاسو ګورئ بېلابېل دوکانونه دي او په دې دوکانونو کې بېلابېل پرزې دي، له موبایل نه نیولې تر هغه سامانالات چې تاسو ضرورت دی او اړتیا ده. نو هیله ده تر پایله موږ سره پاتې شئ او د غوره برنامې څخه خوند واخلئ. عزیزانو، څرنګه چې ګورئ زه د کهکشان مارکیټ کته منزل ته راغلم تر څو تاسو ته یو ډېر غټ او ښکلی دوکان در وښیم. زما شاته چې ګورئ دا د موټرو د پرزهجاتو ډېر لوی غټ دوکان ده چې دلته بېلابېل پرزې پلورل کېږي. نو بېلابېل شیان شته، له وړکي وسایلو نه شروع تر غټ غټ شیان چې یو موټر ته ضرورت دي او اړتیا ده. دا لکه د بیلګې په توګه دا کوچني فیوزونه. نو د دې دوکان څښتن هم زما په څنګ کې دلته درېدلی په ډېر دغسې ښایسته او قدرتمند جسامت. نو سلام علیکم. سلام علیکم. قدرمند وروره جوړ په خیر تکړه؟ شکر الحمدلله. شما خوب هستید؟ بخیر باشید. امروز آمدیم به دکان شما، به پرزه فروشی شما. بسیار یک پرزه فروشی کلان، یک گدام وارث اینجا. دیگه میخوایم درباره همین ما معلومات ارائه بکنیم. پیش از اینکه بریم همین معلومات برای بیننده عزیز ما چی در داخل است چی در خارج است معلومات ارائه بکنیم، اسم شما رو میخوایم بفهمیم. خب بسیار خوب. در قدم نخست سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ثانیاً شما را به پرزه فروشی ما خوش آمدید میگیم و ثالثاً مشخص به سوال شما دیگه اینجا مارکت کهکشان است. ما یکی از پرزه فروش های مارکت کهکشان هستیم. دکان مرحوم استاد الیاس توریاله است. دیگه پرزجات موترهای تیز رفتار که کرولا و سراچه هستند به طور عمده و پرچون ما به مشتری های عزیز عرضه میکنیم. بسیار خوب. و اسمتان؟ اسم من محمد حامد آفاق است، یکی از دکاندارای مارکت کهکشان در مزار شریف در بخش پرزه فروشی. بسیار خوب، بسیار عالی. ما میخوایم امی پرزه های پرمصرف شما را بفهمیم که در این دکان شما کدام پرزه ها بیشتر فروش داره و بیشتر برای هموطنان عزیز ما ضرورت شده. خب بسیار خوب. ما پرزجات متفاوت و مختلف در اینجا داریم. هم از موترهای تیز رفتار که مثال موترهای سراچه و کرولا و 2000 و فرونر یا است و هر بخش از این باز پرزجات متفاوت است. شما اگر میخواین که پرزجات ما به شما معرفی کنیم شما بفرمایید که ما براتون معرفی بکنیم. بسیار خوب، بسیار عالی. یعنی در هر بخشی که در این دکان است یک نوعی از پرزجات اینجا به فروش میرسه. بله، مشخصا زیادتر در بخش سامان ایسه ما اینجا فعالیت میکنیم. سامان ایسه موتر. بسیار خوب، بسیار عالی. دمی قسمتی از دکان شما چی چیزی وجود داره که بسیار پرکاربرد است؟ به طور مثال اگر شما نامش بگیرین برای ما. خب وقتی که شما میبینین پرزجات انواع مختلف داره. پرزجاتی که زیادتر مصرفی هستند و عبارت از قولکی کرولا و سراچه است، به حساب سنگ دلکو است، دیگر لیدرهای پیشروی پشت سر کانادایی و ژاپنی است، وایر پلک است، اسپایپای سر لیتر است. دیگه به شکل مشخص اینمی پرزجات اکسل است، قولکی است، موزگی است. این چیزا که است بسیار مصرفی هستن و روزانه از این زیادتر مردم استفاده میکنن و مصرفی میباشن. محترم، همینجا دمی کارتونا که همینجا ماندین درباره همین برای ما معلومات بدین که همین چی هست دمی کارتون شما ماندین؟ این کارتونا رو که شما میبینین این کارتونا مشخص جمپنای موتر هستن. خب جمپنای عقب و جمپنای پیشروی هستن که یا زیاد مصرف دارن، زیادتر یا استهلاک میشن و مردم میان از یا استفاده میکنن. مثلا موتر ما جمپینش خراب شه میره برای ما چند میفروشیم؟ این وقتی که یا باز دالری مثال خرید میشه
نظر به نرخ دلار روز ضرب زده میشه با به مشتری ها عرضه میشه. خب برادر عزیز مثلا نمی قیمتش چند است برای هموطنان ما؟ مدیر صاحب مدیر ما است حساب ولی مدیر ما از نظر به نرخ روز ضرب میزنن بعد از ما بسیار خوب هیچ در اینجا چقدر پرسنل در اینجا کار میکنن؟ در اینجا تقریبا 5 نفر پرسنل هستن که مدیر صاحب است و شاگردا هستند دیگه خود ما هستیم. خب یعنی قیمت های شما در دیتابیس با اساس قیمت های استاندارد ثبت است؟ بدون شک. و او را با اساس استاندارد به نظرم شما اینجا کلا کار عمده میکنین. عمده و پرچون. خب ما حتی کار روغنیات هم در اینجا عمده و پرچون میکنیم. بسیار خوب بسیار عالی. خب مدیر صاحب در اینجا یک چیز بسیار توجه مرا جلب کرد. امی شما که من امینا جمپین است اینا چی است؟ اینا اسپرینگایی هستن که در جمپنا استفاده میشن. اسپرینگای موتورای 2000 هستن. بسیار عالی. ما خیر در نمیفهمیم و میره کمی واس کنیم برای بندای عزیز ما نشان بدیم. ایزانو تاسو چگونه دیر ثابته. نو داسه کلی سپرینگونه در خپل موتور تا واچوی است. کدام موتور است مدیر صاحب؟ ای از موتورای 2000 پشت سر است. خب موتورای 2000 پشت سر بسیار عالی بسیار گرنگ هم هستی؟ ولی 2 دانه است. یک جوره است به حساب 2 دانه که یک جوره میشه. خب اینا استفاده میشه. و دو قسمت چی دارین برادر؟ ما براتون دو قسمت روغنیات است. قسمت روغنیات است که مثال هایدرولیک می باشه، وایکوم می باشه، دیگه موبلایل می باشه که از اون مردم استفاده میکنه. باز موبلایل هم کمپانی های مختلف داره، مثال استاندارد است، الف است، رولکس است. این به نام اینمی چیزا میایه و ما از این چی میکنیم به مردم عرضه میکنیم. بسیار عالی بسیار خوب. حامد صاحب عزیز دو قنج تا خود از دکان برای ما معرفی دادی. دمی قنج شما گفتین ما بسیار وسایل دیگه نیاز برای موتر مثل آرنگ و چیزاست داره، میشه برای ما اینجا بریم برای ما میره معرفی بکنید دیگه. شما اول بفرمایید. عزیزانو دیدی لارسی نو دیدی صاحب دیدی دکان دی زوم دست. خب حامد صاحب شما در اعظمی منطقه شروع بکنید دیگه. می منطقه چی دارید با سر آرنگ گپ بزنیم؟ خب ما در اینجا انواع و اقسام پرزجات است که در بخش‌های مختلف استفاده میشه. مثال اندلپایه است که به حساب باز کردن تایر موتور استفاده میشه. دیگه ما داریم کلفتای پلاستیکی است که کلفتای پلاستیکی رو در هر بخش استفاده میکنن به خاطر بست و بند بعض قسمت ها. دیگه ما در این قسمت ها داریم به حساب گروپ های دیم و فول کانادایی و ژاپنی داریم که در قسمت روشن کردن در وقت شب از اون میتونن استفاده بکنن. ما در این سرکلوشن ها داریم، گولی تایرات و سنتریک یا داریم. دیگه آرندای بسیار خوبش داریم که این آرندا بسیار کیفیت خوب داره و ضد هوا می باشه. او دایی تاثیر منفی نداره. خب اولا می آرنگ شما ببین کدام آرنگ است؟ به نام رؤوفی است. و این بسیار یک کیفیت بالا داره، کیفیت خوب داره. این در کجا ساخته شده حامد صاحب؟ یا مشخص در چین ساخته میشه، باز در افغانستان وارد میشه با پیشنهاد همین تاجرها. بله با پیشنهاد همین کسایی که از این استفاده میکنن. بسیار خوبی. باز در موتور چه رقم نصب میشه؟ این دیگه کار برقی می باشه که یا این آرندای 2 پنجه می باشه. یک پنجه از این آرد میه، یک پنجه دیگهش در برق وصل میشه که وقتی که باز سویج میکنی ایچی میکنه آرند میکنه. بسیار خوب. و در اینجا از گروپ های یاد کردین، گفتین گروپ های بسیار تایت و بسیار تو پرقدرت است. امونا رو یک نشان میدانن که برای بنده عزیز ما یک نشان بدیم که این کدام گروپ است؟ گروپ ها است. این گروپ ها به نام گروپ های دینسو میه، گروپ های نو است. خب بله این گروپ های کانادایی است. در موتورهای کانادایی و کرولای کانادایی و 2000 یا استفاده میشه. گروپ های فول هستن. حالی همین قدر گروپ خرد قدر روشنی کلان میته؟ خب قدرت که در سیم داخل از استفاده شده بسیار قدرت قوی است که میتونه یک روشنی بسیار قوی پخش. همین پوش هم بتن حامد صاحب کامیرا برای بنده عزیز ما نشان میدن. عزیزانو داشت تاسو ګورئ دا ګروپ ده نو دومره کې شاید او دا هم د دې دا کارتان تاسو ټول معلومات وګورئ نو تاسو کولای شئ په دې پرزه پلورلو ځای کې را پیدا کړئ. قیمت یې چند است جناب حامد؟
قیمت از یا یک جورش مشخص میه به حساب 90 روپه، دانه 45 افغان. خب یک قدر هزار. بله. بسیار خوب، بسیار عالی، بسیار معلومات کافی را شما برای بیننده عزیز ما در این بخش دادین و شما در این بخش بعض روغنیات هم به نظرم شما دارین. شما درباره روغنیات خودم صحبت بکنین که از کدام کمپانی است، چی نوع روغنیات است، آیا ماشین میشارانه نمیشارانه، ماشین خراب میکنه نمیکنه. خب در اینجا کمپانی های مختلف از روغنیات وجود داره که باز هر کدام ازی به اساس لیتر فروخته میشه. خب مثال یک دونه موتر از ماشینش 5 می باشه، همیشه در او 4 لیتر موبلایل استفاده میشه. کمپانی هایی که زیادتر قابل قبول هستن او چیزا رو ما در اینجا چی میکنیم میاریم تا مردم از او استفاده بکنن. باز اگه شما میخواستین ما مشخص بر شما نشان میدیم و نامش هم. خب بسیار خوب. همین پیشروی من به نظر همین موبلاین است. اگر درباره همین برای ما معلومات بدین. این موبلاین گوریلا است. گوریلا است که به حساب 1 لیتر است. کسی که بخواد مثال در موتورسایکل در موترایی که مثال کمبود میکنن از موبلاین خوبش استفاده کنن، از 1 لیتری گوریلا استفاده میکنن. خب به خاطر موتورسایکل است دیگه. و در پیش هم اینجا قطیای بسیار خرد دیگه هم است. این تو قطیا این بنظر در مسکو تولید شده یا وایکوم است. خب یا زیادتر در ماشتر یا استفاده میشه، در ماشتر بریکو در کلچ یا استفاده میشه. خب بی باعثی میشه که اونا با راحتی کار بکنن و بسیار نرم کار بکنن. بسیار عالی، بسیار خوب. و حامد عزیز شما در اینجا همین تو چیزای دیگه هم دارین درباره صحبت بکنین؟ یا که از آب آنتی فریز است که ضد یخ میگن. خب این مشخص در زمستان استفاده میشه. حال استفاده نمیشه. حال فعلا حال هم استفاده اگر بکنن مشکل نداره. خب منتها در زمستان کارکرد از این زمستان است. بسیار خوب. از این اگه ما بخورم در زمستان چی کدام تغییراتی برای ما میاره یا نه در موتر است نه؟ چونی از ساختار از مواد کیمیایی است. انسان خوردن نمیتونه. یعنی ما خوردن نمیتونم دیگه. و درباره اینا اگر شما صحبت بکنید. این هایدرولیک است، هایدرولیک ETF. هایدرولیک ETF است که به خاطر گیربکس اشترینگ یا از این استفاده میشه به خاطر گیربکس. دو انداخته میشه. بله. یعنی انواع گوناگون یک موتر هم یک علم کلان بوده. بدون شک. هر چیزی هر پرزیره که شما اینجا میبینید. اگه نه فکر کو از اثر علم به وجود اومد. همین درازی موتر 3 متر و برش هم 2 متر یا 1.5 متر. بله. دیگه این قدر جان خود یک قدر چیزا داشته که ما این نمیفهمیدیم میره. ولی این خب هر پرزیره که شما میبینین در قسمت موتر او یک کار مشخص خودم میکنه. یعنی فکر کن یک موتری که ساخته شده سالها را گرفته. بله. که هر پرزه ساخته شده، هر بخش ساخته شده، حالا امروز ما در فورتینر در اینا میگردیم. زحمت است نه؟ هر پرزه که شما در اینجا میبینین هر کدام از یک کارخانه مشخص داره. کارخانه مشخص از اثر علم، از اثر مطالعه، از اثر بررسی به وجود آمد. یعنی همین مثلا دمی جای شما 300 نوعی از پرزه است، یعنی در 300 کارخانه متفاوت تولید کرده. اگر بگویم شاید از 1000 اضافه باشه. بله. دمیجا. بله دمیجا از 1000 قلم پرزه اضافه تر است که ما در اینجا به فروش میرسانیم. اینمی 1000 قلم پرزه که شما میبینید 1000 رقم کارخانه وجود داره که پرزه‌جات تولید میکنن. بسیار عالی. به خاطر است که چین در دنیا حرف دوم فعلا در اقتصاد میزنه. دیگه این به نظر تولید کمپانی خودتان است؟ خب تولید کمپانی خود ما نیست، خوی از دبی خریداری میشه در اینجا به فروش میرسه. خب یعنی خود کل چیزش از دبی میایره. اینمی خود اینمی در داخل دبی بسته‌بندی میشه، پر میشه، در افغانستان وارد میشه. باز ما از این چی میکنیم؟ کارخانه‌اش در دبی است. بله کارخانه‌اش. خب از این شما کدام نمایندگی هم دارین؟ اجنسی از این پیش ما است. دیگه کس از این استفاده نمیتونه کنه. خب یعنی شما اونجا یک لیسانس گرفتین، شما میتونید کار بکنید. مدیر صاحب شما خوب هستین؟ عافیت دارین، بخیر زنده باشین، بخیر باشین. شما مدیریت کل این بخش شما زیر دست دارین؟ بله که 4 همکار هستیم 4 نفر. بسیار خوب. مگر نمی حامد عزیز کل جای خوب تشریح کرد نمی که رسید نقل شما دادین، دلیلش چی بود؟ خواهد بود که در این بخش قدر نمی‌فهمیدن، در بخش پرزه بود، در بخش روغنیات با ما خواستیم که براتون راهنمایی کنیم. خب بسیار خوب. اسمتان چی است؟ محمد عمر.
بسیار عالی. از کار خود خوش هستین؟ بله خوش هستیم. بسیار خوب، زنده باشین. بسیار تشکر از شما. خواهش میکنم. از معلوماتتان. خواهش میکنم. قدرمن اولیدونکو هیله دلیده څنګه مو خوښ راغلی دا معلومات مو خوښ کړي نو تاسو د دې ځای شاټونه وګورئ. دا ټول دوکان د تاسو یو شاټ نیسو بیا به له موږ سره پاتې سئ یو بل سره به خبرې لرو. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم سلام. عافیت دارید؟ بخیر. زنده باشین، بخیر باشین. تشکر. برادر عزیز امروز بسیار با عجله آمدید این پرزه فروشی. دیگه ما حیران ماندیم که چطوری دویده آمده رئیسی. برادر اما چیز است، اما دکان ما در پیش سرک سیاگرد است کمربند دشور. دکان هم مستری خانه داریم هم پرزه فروشی. دیگه پشت پرزه آمدیم محترم اونجا باز کرده. خب عجله داشتی. پیش از اینکه یک قصه جانانه داشته باشم نام خود خوب بگو. نام من عبدالبصیر است. من باشنده شهر مزار شریف سرک سیاگرد می باشم. بسیار خوب، بسیار عالی. اونجا موتورا رو گفتی واس کردی دیگه مردم شاید بسیار شله باشه. از من برادر مستری است. من خودم یک دکانه که مستری خان پرزه فروشی دارم. دیگه باید سامانالاتی که ضرورت میشه ما برای از اون من مشتری امروز چی رو لیست کردی که باید بخری؟ سنتریک است، گل تایرات است، کمونی است، مبلاین است، های دلک است. دیگه نه مختلف است، خیلی زیاد است. نشته کردیم کلش آوردیم در ورق است. بلش پیشت است؟ بله ها. امروز میشتن یک برای بندای عزیز یک نشان بدیم که عزیزان رو دیدید دقیق بل ده نو پا دقیق بل راوست دقیق او دوکان دی پرزه فروشی تا دقیق مرشای پکاردی. برادری بسیار چیزی زیاد نیست، هر کدامش ببینی چند تازی کار است برای تو که ببری. از هر کدام از این مثلا ما در مقدار 5 دانه، 4 دانه، 6 دانه خب او رقم میگیریم. اگر از هر کدام از این ما یک کارتن و 2 کارتن 3 کارتن بگیریم خب بسیار پول میشه. بسیار پول میشه. دیگه یعنی هر کدامی یک مشکل به خاطر موتور است. بله بله. یعنی اگر یک بخشی نباشه یک موتور کلان قرار است که استاد است همون تو است. بله روز شده به خاطر یک کار بسیار خرد یک موتوران امروز جنجال کرده باشه که موتور خراب جور کردی یا پرزش خوبش نیست بدل بوده و ایسو است. او تو یک کار تا حالا رخ نداده پیش از که یک کسی بیاد دان دکان ما که یک پرزه از ما بگیره برایش میگیم که اینی کیفیت داره این کیفیت داره. هر کدامش نظر به جیبت هم پرزه رو بگیره موتور بنداز. این تو روز شده که موتور واس کرده باشه یک 10 تا پرزه در این کار باشه 9 تاش انداخته باشه یک تاش ننداخته باشه موتروان تا سر رفته باشه پس موتور تیله کرده آورده پیش. نه او تو یک کار نشده چون که من پرزه فروش هستم. اگر شده باشم از پیش مثلا و یا وایرین کار میشه یا مستری او یک کارا از پیش بیادری دیگه شده باشه. کار تکنیک است. پرزه رو قیمت نمیفروشی. پرزه اگر لالا عمر برای ما ارزان بفروشه ما ارزان میفروشیم. اگر قیمت فروختن دیگه نرخ دلار است. بسیار خوب بسیار خوب. زنده باشی. موفق باشی. از گفتمانی که داشتم روی ما. تشکر. پیام آخری برای بندای عزیز ما چی است؟ آخرین پیام ما همی است که دست با هم کنن وطن بسازیم ما و شما. بالکل. هم دیگر پذیر باشیم. از کلش که هم دیگر پذیری مهم است. بالکل. زبان این چیزا را ما و شما فراموش کنیم. باید هم دیگر پذیر باشیم. کل ما یک برادر هستیم. بسازیم وطن. دایی 20 سال 25 سال خونست هیچی نشد. مگم سعی کنیم دنیا فعلا در کجا رسیده. ما خودم 7.5 سال در ترکیه زندگی کردیم. حال آمدیم دکان پرزه فروشی جور کردیم اما باز هم دیگران مرا میگم بعضی که تو چرا آمدی از کشور. نه باید وطن خود بسازیم. در وطن خود باشیم. اما بی پدر بی مادری تیر میشه اما بی وطنی تیر نمیشه. بی وطنی تیر نمیشه. درد سخت داره. زنده باشین. تشکر. زنده باشین. تشکر. عزیزان و څرنګه چې ګورئ په دې لوی مارکیټ کې نو داسې بېلابېل دوکان ده څرنګه چې ما تاسو ته ویلي ول دا دویم دوکان ده چې دغسې ډېر زیاتې پرزې لري نو دلته ټایرونه دي نور بېلابېل شیان دي چې زه خو دومره متخصص د موټر نه یم خو غواړم تاسو ته نور معلومات هم وړاندې کړم. زما په څنګ کې دلته د دې دویم دوکان مدیر صاحب درېدلی ده. السلام علیکم. سلام علیکم. قدرمند مدیر صاحب جوړ هستی بخیر هستی خیرت است؟ بخیر. زنده باشی بخیر باشی. مدیر صاحب عزیز میشه برای بنده‌های عزیز ما خود یک بار معرفی بکنی؟ اسم سراج الدین عزیزی بلخی است. مدیر محصول امی پرزه فروشی است. بسیار عالی بسیار خوب. مدیر صاحب خود معرفی کردی. بله. حال
انتخاب برای شما میمانیم. پرزه فروشی از شماست، ما اینقدر معلومات کافی نداریم. شما میخواین امی پرزجاتی که به خاطر موتر بسیار ضرورت زیاد است که مردم هم او را تقاضا میکنه، در کدام قسمت دکانتان است که از اونجا معرفی را شروع کنیم؟ پرزجات در حساب موتر خب کلش مهم است دیگه. باز دیگه وایکوم پترول است دیگه، مثلا پلاک موتر است در حساب برقش دیگه پرزا مثلا است دیگه، لیدر است. بسیار خوب. خیلی بیا مدیر صاحب کار میکنیم. امیر کمی مختصر میسازیم. این سوال عمومی بسیار زیاد نه، مختصر میسازیم. پرزه بسیار زیاد است. از اینجا آغاز بکنید کمی چی است و به خاطر چی به درد میخوره؟ این وایر پلاک است. وایر پلاک است که از دلکو، خب از دلکوی موتر در سر پلاکا یک تومه برق میده که موتر باز چالان میشه. اگه خراب باشه یگان تایشان باز موتر نه چالان میشه، ضعیف چالان میشه، مس داشته باشه و دیگه حرکتش هم صحیح نمیشه دیگه، به خاطر همین برقش است. بسیار خوب. این بعضی اوقات البته خراب میشه خود میسوزانه. یکی از دیگه از داخل یا کنده میشه در وقتی که پلاک تبدیل میکنه موترونو، یا کنده میشه یگان لاینش یا فرسوده میشه، خراب میشه دیگه. خب در مرور زمان. بسیار عالی، بسیار خوب. یعنی این کمپانی و این کمپانی هر دوش تولیدات همین چیزی که شما نام گرفتید همین پلاک است. پلاک است. بسیار خوب، بسیار عالی. کمپانی گل است. و درباره اگر صحبت بکنید کی چی است؟ این چیز است، پرده کیت است که به خاطر موترهای گازی به کار برده می شود. داخل کیت که است یک پرده داره، پرده گاز و پرده هوا است. این به خاطر این به کار برده می شود. وقتی که موتر مثلا گاز خورش یا بچالانی نمیکنه خراب میشه، این پرده خود شخ میکنه خراب میشه و این تبدیل میکنه باز جور میشه. بسیار عالی. عزیزان از در پرده تاسو در نزدیک که شاید تاسو موترونه خراب سینو در پرده تاسو کار اخلاص که داس یا استون تاسو مخکې سو. مدیر صاحب همین معلومات هایی که شما میتین آیا با همین معلوماتتان بندای عزیز ما میتونن زمانی که موترشان خراب میشه خودشان جور بکنن یک جایی که مستری نیست؟ والا دیگه اگر سامان داشته باشن، اگر فکرشان کار کنه دیگه با میتونه جور کنه، مشکل نیست. کلا یک دست یک فکر داره. بسیار عالی، بسیار خوب. مدیر صاحب عزیز در این طرف برید. فقیب مالایتون خب بسیار زیاد است، کلش ما معرفی کرد نمیتونیم. فقط همون چیزایی که بسیار ضروری است و بسیار ضروری است. یکی ضروری داریم یکی بسیار ضروری. امر بریم بگویید. در موتر خود یکی تایر است، یکی وایرینگ است. همین دو چیز که موتر داشته باشه باز درو نمیمونه. اگر وایرینگ هم خراب باشه موتر درو میمونه، اگر تایر هم نداشته باشه درو میمونه. دیگهش میتونی یک چاره کنی. به بریک مثلا میتونی آیستا آیستا بری. دیگه اگر وایرینگ خراب بود باز نمیتونی که تایر. بسیار خوب. چی است مدیر صاحب؟ این لیدر است. لیدر پایه است که به خاطر بریک استفاده میشه. این لیدر است. هر قسم موتر لیدرش است. این یکش از مثلا موتر دیگه چقدر موتر که ما داریم در افغانستان زمین کلش پرزایش است. مثلا کورولا است، سویفت است، سوزوکی است، مثلا دیگه موتر 2007 2000 هر کدامش فرق خود داره دیگه. لیدر بریک است. بسیار خوب. مدیر صاحب فقط یک نامی اون بگی از این وسایلت که اینجا هست چون اجزای من بفهمند که در این مارکت ها پرزه فروشی همیشه فروخته میشه. مثلا از اینجا یک بار آغاز بکنید که اینا چی هست؟ یا دیگه واشلای ماشین است و بسیار پرزجات که از پرزه انسان وری رگ است. پرزه موتر هم میتوس بسیار زیاد از ما کدام میشه که نام بگیریم دیگه قطار است دیگه. هر کس که آمد ان شاء الله ما در خدمت. این همیشه نام شای که بگه از موتر پیدا میشه. بسیار خوب. بیا ضرورتش رفع میشه خلاصه. خب این چی است؟ یکی از 5 ولت است. یا 5 ولت است از کمپانی 5 ستاره است. 5 ولت پاور است. پاور اشترینگ از این موترهای کانادایی که مثلا اگر یکم وقت کنده میشه باز پاور سخت میشه با کار نمیکنه. بازی که باشه می پاور که دور میخوره و هم داخل گیربک اشترینگ که است هایدرولیک دوران میکنه باز اشترینگ نرم میباشه. اگر کنده شد اشترینگ سخت است. بسیار عالی، بسیار خوب. مدیر صاحب من میخوام یک سوال جامعه شما داشته باشم. بیشتر چیزی که در موترها خراب میشه او چی است؟ بیشتر چیزی که خراب میشه شما امروز روبرو شدیم در موترها وایکوم پترول زیاد خراب میکنن، یعنی وایر پلاک زیاد خراب میکنن. خب شما وایکوم پترول در اینجا دارین؟ وایکوم پترول داریم. بسیار عالی. مدیر صاحب شما می‌سابین که کامرام خوبش بین. خب این وایکوم پترول 777 است. دیگه بهترین وایکوم پترول است.
دیگه باش که داخلش خب واکن بسیار این وایکن پترول به خاطر چی ضرورت هست؟ به خاطر تیل اول که موتر چالان میکنی ایزانو دا وایکن پترول دی وایکن پترول هم بازم تا کاغذ تا داد کاغذ است دیگه کی خراب نشه خاک ماک نزنه دیگه میشه واکنی میره باشه خب باشه خودش اینجا وام خب ایزانو دا وایکن پترول ده نو دا ډیر نوای ده په هغه کې په پروژې ډېر نوي راځي نو دا نه داسې یو شی د وایکن پترول عزیزانو څرنګه چې تاسو ګورئ دا وایي ډېر مهمه ده او اړینه ده په موټرو کې چې زیاتره خرابېږي نو تاسو داسې شی اخیستی چې دې ته وایکن پترول وایي خب به خاطر که موترها گازی است دریورای عزیز ما که است تانکیاشون خشک است خب دیگه برو در گاز چالان میکنیم هوا گرم است بازی یکی کار نکرد که تیل داخلش تا نمیقره که تیل نبود داخل ازی باز باید تا سرش تیل باشه خب اگر تیل نباشه با خود دسمت خراب میشه میسوزه خب پای موتورهای سراچه زیادتر که گازی است باز مشکلاتش پیش میشه کرولا خب پلک در کدام قسمت دارید؟ پلک چیزه نه؟ اونجا ماست پیشوری هم است اینی پلک است اینی پلک است که در داخل خود ماشین است 4 تا می در یک ست در یک موتر می 4 پلک امی چطور بفهمیم که این پلک ها از مدل های بسیار برند است و کار بسیار خوب میته و بدل نیست این از کجا بفهمیم مدیر صاحب؟ خب اینو نظر در نرخش از هر کمپانی نظر در فرمایش های تاجرای ما شماست که مثلا این تو پلک هم است که یعنی 4 دانش 500 روپیه است خب 500 روپیه این تو پلک هم است که یعنی 4 دانش مثلا 1.5 روپیه است خب نظر به کیفیت و نظر به چیزش است یعنی همین اجزایی که دیگه کار شده ضعیف و قوی کار میکنن مثلا این عمرش هست مثلا 6 ماه یا 5 ماه عمرش هست مثلا 2 سال 1.5 سال بسیار خوب مدیر صاحب عزیز امیتا ما تایرا را دیدیم خوش دیگه اگه بریم درباره همونم برای ما یک معلومات بدین عزیزانو تاسو راځئ موږ تعقیب کې سمې اجازه ته موږ تعقیب کا چې دالته زین نور شیان دي دا هم باید له دې سره یو پیژندنه ولرو خب مدیر صاحب دمه قسمت شما تایر دارید سمې جان موږ داس تعقیب کا خب اینم تایرای موتراست که معمولا همیشه کار میشه خب مدیر صاحب دوباره تایر معلومات بدین که تایر کیفیتش چه رقم فهمیده میشه که تایر کیفیت همین خودش تایر است کیفیت تایرا که از نظر به تاریخش است خب هر چقدر تاریخش بالا باشه مثلا کیفیتش بالاست مثلا اگر تاریخش مثلا 2014 و 16 یا باشه تایرا باز کار نمیده باز که در موتر انداختی نو است مندازی مثلا یک هفته که گشتی این خود کیفیتش تاریخش تیر از گرده میکنه گرده میکنه هر بغلش تو میپنده بازی موتر نمیشه دیگه موتر لرزه میده یعنی از شرکت که این موادی که کار میشه برای تاریخ دی اکسپایریشن داده میشه اکسپایریشن داره تایر مثلا این تایرا که مثلا 2016 و 17 باشه در افغانستان خود تا 2020 و 22 شما آمده دیگه مردم دیگه از تایرای نو استفاده میکنه بازار مشترک از چین است و چین تاجرای افغانستان است چند نوع تایرها به خاطر موتورهای تیز رفتار وجود داره مدیر صاحب تایر موتورهای کرولا البته 13 14 دیگه یگان تا 15 میپرته باز اصلا موتورهای 2000 که از 16 و 17 نظر در ویلکاپ تایر می مثلا یگان تا شوقیست تایراش کلان میپرته و که ویلکاپاش میگه مقبول معلوم میشه یگان تا موتور کار که میکنه تایرای کوچک میپرته به خاطر که مصرفش چکرش کم است مصرف موتورش کم میشه بسیار خوب بسیار مدیر صاحب شما کار آینه را میکنن آینه موتر چون ببینم بسیار ضروری است نه احیانا یک موتروان بیسوری میکنه میزنه آینه تا چه قصابت خراب شود که آینه من زد نه ولی جریمه‌ش هم نمیته دیگه همین آینه شما دارن که برای ما نشان بدین که کدام آینه ها را شما دارین و کیفیتش چه رقم است در نمایش چه رقم است این آینه کرولاست خب این آینه کرولاست که خب در جویزان هم است مدیر صاحب مقصد بند است آینه کرولاست که نمی آینه چیز از دیگه چینایی است چینایی است باز اصلی از اینکه اصلی فروشی پیدا شما مدل‌های دیگه‌اش ندارین یا برای هر موتر مختص آینه جور میشه دیگه هر موتر فرق میکنه مثلا این آینه است آینه سویفت است خب این آینه سویفت است سویفت 2014 و 13 این آینه سویفت است بسیار عالی بله مدیر صاحب همین از آینه فولدر میتونید سراچه بند کنی
ولو نظر د مسلکی کوبکش داره میکنه یگان تو سنتر میکنه از مثلا 2000 موترهای فولدر و یاره د کرلا سنتر میکنه اون نظر د ابتکارات شخص است که میتونه یا نه. بله مدیر صاحب اینجا پلک دارین؟ این پلک است. بله این پلک ساخت چین است یا ساخت جرمنی است؟ یا جرمن تکنولوژی نشته است؟ جرمن تکنولوژی خونشته است. این مقصد چیز است، این تایوان است. این اصلا تایوانی است؟ فرمایش است دیگه. خب فرمایش یعنی در کمپانی تایوانی فرمایش جرمنی میزنند. یعنی به سبک جرمن بریم بساز. به سبک جرمن. بسیار خوب. اون پلک که نشون دادن که این پلک نقش فرق میکنه با کیفیتش هم فرق میکنه. بسیار خوب. اینیا است، اینیا سرکی لیتر است. خب سرکی لیتر. این سرکی لیتر تقریبا یگان خدا گردن بسته کنه یگان 6 7 8 کمپانی است. سرکی لیتر است که یگان وقت او موتر تون گرمه نمی هوا میگیره اون چیزش خراب میشه لابرش که هوا کش کرد داخل لیتر باز موتر تون آبش بلند میره گرمه اینمیو کیفیت هر قسم کیفیت داره. بسیار خوب. مدیر صاحب دمی دکانت به نظر چقدر پرزه داشته باشی؟ پرزه دیگه دمی دکانم شاید یگان خدا گردن بسته کنه به حساب امی ذراتش دیگه. همین دانه چند نوع چه رقم کدام کمپانی ها؟ یعنی کمپانی های 777 است، کمپانی 5 ستاره است دیگه، کمپانی های تایوانی و چینایی بسیار زیاد است دیگه. یعنی همینجا یکان 2000 نوی از پرزه است. بله یعنی قدر زیاد ها؟ این قدر زیاد است. هر کمپانی پرزه جور موتر هم مثل نمی بدن انسان واری بوده گرده داره و قلب داره و مغز داره چشم داره و گروپ چشمش این هم که است بولبرینگ پایه است. خب اینم بولبرینگ است. یعنی بولبرینگ پایه است که مثل زانو اینکای زانو وری است. یعنی که فلج شوه یک خراب شد. یکی خراب شد باز دیگه موتر در راه که بره هم تو سری بولبرینگ فشار می غو میکنه موتر فکر میکنه که کدام جایش خراب است. اگر خرابی نداره فقط بولبرینگش خراب. مثل یک کسی که سنش بالا میره دیگه زانوش آب خود از دست میته خشک میشه باز زور میگه ترق میکنه. اینم که باز غرس میزنه بیخی باز در موتر شیشته نمیشه هارت میشه. فکر کنی انا باش که من نشون مدیر صاحب مقصد ما شما رو نقصی کردیم هر کدامش واس کردیم این موقع گریس کمپانیش است. خب گریس چه ریزان ایده گریس ده جدا گریس لریزان یعنی گریس های دیگه دی زده نمیشه میشه کمپانی خودشون خب او دا هم بولبرینگ ده زانو تاست دو گوری ده ساجمه بیخی عصری ساجمه دی ساجمهاش هم بسیار عصری است. فقط که دمو کلی او گپا که در زمستان بره یک 4-5 دفعه باز گریس نداشته باشه باز خراب میکنه. بسیار خوب. تشکر مدیر صاحب از معلوماتتان که برای ما معلومات دادین. زنده باشین بخیر باشین عزیزانو. دا دکان ډیر پرزې لري نو مونږ کوو دا هر یو جدا بر هغه تشریح کو تاسو دا خو به ډیر وخت ونیسي نو هیله ده له دې برنامې مو خوند اخیستی وي تاسو د شارټونه وګورئ بیا به یو بل سره یو بل سره قصې کوو یو بل سره خبرې لرو. قدرمنو لیدونکو ډېر یو ښایسته فضا ده او دا جام چې ګورئ یو نوی دریم تجارتي دوکان ده چې د موټرو پرزې په دلته دې ځای کې پلورل کېږي نو د دې د پاکله مرکې لرو او خبرې لرو. دا پرزه فروشي چې ده د غضنفر چوک چې دروازې بلخ باندې خلک پېژني خو اوس غضنفر چوک په نامه یادېږي نو د دغې مخامخ ده. تاسو کولی سئ دلته راسئ د ځایه توکې ویسئ. څرنګه چې ګورئ بیلابیل ډېر زیات توکي لري او ډېر اړین دي موټرو لپاره. نو هر کله تاسو موټر خرابېږي تاسو د دغې پرزه فروشي راسئ ته راتلی سئ او دې جانه د خپل ځان ته پرزې اخیستی سئ او موټر د خپل جوړوی سئ. سمې جان ما را تعقیب که دې ځای کې حاجي صاحب ناسته نو سلام علیکم. حاجی صاحب خوب هستین؟ عافیت دارین؟ بخیر؟ زنده باشین بخیر باشین. حاجی صاحب پیش از اینکه مرکه خود آغاز بکنیم شما در میت کامرا بیاین که خوبتر معلوم شوید زیبا معلوم شوید که امروز خب مسئله کلی سر زیبایی کامرا است.
باشین، سلامت زنده باشین، بخیر باشین. حاجی صاحب امروز ما برنامه داشتیم درباره پرزه‌های موتر. میخوایم برای بندای عزیز ما چی در خارج است یا در داخل است. پرزه‌های موتری که بسیار ضروری و مهم است او را برشان معلومات بدیم. درست است. پیش از که بریم میشه خودم معرفی بکنید. اسم من عبدالنظر است، یکی از باشنده مزار شریف. بسیار خوب. و شما صاحب این دکان هستید؟ بله صاحب دکان هستیم ما اینجا. بسیار خوب، بسیار عالی. میشه درباره این دکانتان مختصرا برای ما معلومات بدین تا که باز بریم عمیقا دربارهش معلومات دیگه بعدی را حاصل بکنیم. درست است. دکان ما که از پرزجات مختلف داره، مختلف نوع است. فعلا ما برند از خود ما داریم به نام کمپانی صداقت است. پرزجات ما به نام صداقت فعلا ما تازه آورده میره. بسیار خوب. یعنی شما برند دارید؟ بله ما برند داریم. فرمایشات برند به معنیش که شما فرمایش میدین به کمپانی های بزرگ بله دیگه؟ بله ما ایرا به کمپانی های بزرگ چین فرمایش داریم، به نام خود ما به نام صداقت فرمایش داریم و وارد افغانستان کردیم. بسیار خوب. باشه بسیار یک چیز نو است. بله بله اونم دیگه ما پرزجات دیگر که دیدیم اونا از کمپانی مختلف بود. شما میشه درباره همین پرزجات شما دارین برای ما معلومات بدین؟ بله ما از پرزجات موترهای کورولا داریم، 2000 داریم، از موترهای برقی داریم، پرایس، اکوا، دیگه 2006، 2008، 2014 فورونر، آیلکس، از همه چیز پرزجات به نام برند صداقت ما آوردیم. بسیار عالی، بسیار خوب. آقای بریم از نزدیک یک بار اینا رو ببینیم که چی است. این از همینش آغاز میکنیم. اینا کسک محترم، اینا گلیای تایرات فولدر است. خب یک بار میتونیم میره؟ خب بسیار عالی. خب این چی است گفتید؟ این گلی تایرات فولدر است. خب گلی تایرات فولدر. بله. ایزان دا چی گوره؟ داغ سیاوشای دا سیواین دا. این دا کدام ایسا استفاده میشه؟ این دا گلی تایرات دا پیش قولکی میایه اینا. خب بله ایسی قولکی. بله. اینا از فولدر است، برند صداقت است اینا. خب و قیمتی چند است؟ قیمت از این برنامه 450 روپیه، از کیفیتش بسیار ما به ضمانت میتیم. پرزجات صداقت مکمل به ضمانت ما به همشهری خود برش. بسیار خوب. بله. این گولی شد؟ این گولی شد. اینیا که است سانتریک کورولا است اینا. هم در کورولا میایه، هم در 2000 میایه. این چرا سانتریک میگن آجی صاحب؟ یگان تا سانتریک میگن، یگان تا گلی تخت میگن. خب بله. اینی که سانتریک هم در 2000 میایه، هم در کورولا میایه. این از هم کمپانی صداقت است. بسیار گرنگ نیست. این وزنش خود ما گرانتر جور کردیم، باید یک چیز اصلی باشه. کارش به گارانتی باید باشه. یعنی شما مواد اصلی کار کردید؟ بله ما مواد اصلی کار کردیم. بله. بسیار عالی. خب دیگه کدام پرزر شما دارین؟ دیگه لیدر بابش داریم ما. لیدرهای شینی است. لیدرهای ژاپنی است. در موترهای ژاپنی کورولا میایه. خب این لیدر شما بسیار متفاوته مثلا لیدرهای. بله تفاوت داره. ما خودش هم فرق دادیم نظر به دیگه کمپانی‌ها و لیدرهاش هم نظر به کمپانی‌ها کیفیتش بالا جوره. بله کیفیتش بالاست. کیفیتش بالا. بله. و عزیزان هغه لیدرونه چې موږ ولیدل د هغې دوی وزن لږ ذره کم و دا په لاس کې ما وزن که د دې وزن زیات ده. خب حاجی صاحب بسیار یک شاهکاری کلان کردین. بله برای هموطنان خود باید یک چیز اصلی باشه، خدمت واقعی باشه. خدمت واقعی باشه. بله. این چی است؟ اینیا کسا قولکی است اینا اصلا. قولکی موتر فولدر از پیشتر برتون گلی تایراتش نشان داده. این قولکی منظورش چی است؟ قولکی در این بغل چیز میاد دیگه کدامی گلی تایرات یک جای میاد اینا. به خاطر که حاجی صاحب ما موتر نداریم، یکی موتر داریم ولی معلومات کافی درباره موتر خود نداریم. یعنی مستری نیستم. بله بسیار. قیمتی چند است باز؟ قیمت از این برتون 380 روپیه جوریش دو دانه. او چند بود او کیچل شد؟ این لیدر برتون 350 روپیه، سیتش 4 دانه داره. باز ما ارزانبای هم داریم، باز اونا بعضی موترایی که در بین شهر کار میکنن اوناست. اینا در منزلای دور کار میکنن، باز بر از اونا با ضمانت. مثلا کابل و دورستان و هر جایی که میرن. بله. سفر داشتن تا لیرا؟ بله داشتیم. ولایت‌ها. در ولایت کابل هم داشتیم، بدخشان هم داشتیم، در طرفای سرپل و شبرغان میمانه. ما مشتری زیاد داریم فعلا. خب از ما عمده است دیگه عموما. باز شکرم میزنین؟ بله. بسیار خوب. تشکر، سلامت. امی اسم شما مواد دارید حاجی صاحب؟ بفرمایید. دمی اسم بیم دیگه وایکم پترولاس اینا. وایکم پترولای خود تولید برند خودتان؟ برند خود ماست. بله. بسیار عالی. اینی که از وایکم پترول، اینیا بر کورولا میایه. بسیار عالی. فاسو میایه، دویتس میایه. یعنی لوگوی صداقت. لوگوی صداقت ده ایزا. ایزان دا تاسو ګورئ مواد کارسوي دي، لوگوی صداقت پیوله ده. تفاوت او فرق د دې په دې کې ده. د دې اول رنگ فرق کوي، دغه د رنگ یو سان نو او دا دروند ده. نو ډیر قوي هم ښکاري. د
آیسا پلاستیک کار شده یا نه؟ نه خیر نه پلاستیک کار نشده. پلاستیک کار نشده. نه پلاستیک کار نشده اینا. چون نلچای اصلی. ما از یک نوع چینی دیگه شدیدیم. درسته. اونا در سر خود پلاستیک کار شده بود. اینا فرمایش خود ماست برند اصلی. ما هم چیزش اینا رو برند اصلی جور کردیم ما. خب بله. بسیار عالی. بسیار عالی. چرا که هموطنای ما باید از این خیر ببینن چیزی که میخرن. قیمتی چند است؟ قیمت از این 450 روپیه. 450. بله باز ارزان بایش هم داریم ما از اینا. خب هم ارزان بای جور از کردیم. کمپانی خود. بله. یعنی شما کسایی که دست دوش کار دست دوش میدن دست اولش بسیار عالی. بسیار عالی. خب این سه همین تو پایان برید که برندهای شما بیخی همین تشریح گاسکت محترم. گاسکت چی هست؟ گاسکت که هست در ماشین میآید. این گاسکت 4 و 5 موتور فرق میکنه. کرولا وان دبل زید در 2000 میآید. از پاسو داریم، از 4 مدل موتور داریم فعلا. خب اینو چرا گاسکت میگن؟ گاسکت خود سر ماشین میآید. خب سر ماشین میآید. بله. امی رنگ سیاه بنظر شما بسیار دوست داریم. والا شما کلی برنداتون رنگ سیاه. بله رنگ. اینا هر کس هر رقم جور کرده دیگه. باز ما از هیچ کس تقلید نکردیم. تفاوت دادیم. بله تفاوت دادیم. سوار چرا نگه که والا از روی ما جور کرد و بگه از روی ما جور کرد. بالکل. تفاوت دادیم. اینا که از پلک هاست، پلکای کرولا است. یک پنتا و دو پنتا داره اینا. خب قیمت پلک ها چند است؟ قیمت ها یک پنتا 300 می. اینا برندش اصلی است. کارش با گارانتی با ضمانت در مشتری میتیم. این دو پنتاش از این در گازی مصرف میکنن. او در تیل مصرف میکنن. خب تفاوت گازی و تیل داره. بله. یعنی قدرت انتقال برقشان. قدرت از زیادتر است نظر به یک پنتا. چون به خاطر گاز است. بله گاز است. و جای تیل خشک میمانه یا کدام مشکل؟ نه صرف اینم قصد که دو یک ذره کشش کم است، دی کشش زیاد است در موتور. خب بله. خیلی ها کس اکسل‌های مختلف است. اکسل است. اکسل چی میگن؟ اکسل در چیز میاد. بغل می گلی تایرات سانتریک نیست. خب به این بغلش میاد. ایزانو ایسا بیاز الواسکی نو دیدو هر وقت واس کړه تاسو به وخیو د نن دیده نو دا اکسلونه دی پیکش هم بسیار پیکای قوی است. کسی که واس کنه درم فهمیده میشه که یمی شما لیبل هم زدین در کارت؟ لیبل ما مسنده اینی. خب اینی کسی این لیبل ما است. یعنی اصلیش نشان میده که لیبل است. بله. استفاده شده نیست یعنی. نه. اینی گریسش هست. خب و مزانه ده گریس ده. دا گریس هم برند صداقت. خود اکسلش هست. خب باش واسطرم که شما باید بفهمید. بسیار عالی اکسل. بله. ایزانو دا گریس دا اکسل دا جدا پدی که راولد کی نو دا سه شکل لري دا اکسل به خاطر همین گریس نزدن چین بیرونی برشان آوردن به خاطر استفادهشان باید گریس هم داشته باشه. او موزگیش هست. این موزگیش یعنی همین اکسل همیال گریس نداره؟ نه فعلا گریس نداره. بله. یعنی ثابت آمده. بسیار عالی بسیار خوب. وزنش هم بسیار زیاد است. موتر هم مثل انسان وارث هر چیز داره. پرزجات انسان هم دارد. یک پرزجات ضرورت داره موترم. بسیار عالی. کدام چیزی از کمپانی برند خودتان مانده که نگفتم باشید؟ نه است خود زیاد است. وقت شما را نگیریم. بالکل. اینو میرم در آخرم یک بگوید که میشه. این از جمپن پشت سر 2000 است محترم. خب جمپین پشت سر 2000. بله. این شاپ دبل است. این هم نازک داره هم دبل داره. ما دبلش جور کردیم. خب بله. این سرش کش این اوسو میشه. خب اوسو میشه. فعلا پای میشه. ایزان داو گوره دادی جمپین ده دو بسیار رنگ خوبش هم دادن. بله رنگ خوبش داره. دیگه خوب چقدر قدرت این میتونه کنترل بکنه؟ این هر چقدر قدرت باشه میتونه. هر چقدر قدرت باشه. این ما بسیار به اساس جور کردیم. یعنی میده پیدا نمیشه. ان شاء الله فشار نمیشه. نه خیر ان شاء الله. بسیار عالی. ضمانت کامل. بله. بسیار قیمتش چند است؟ قیمت از این 1500 روپیه یک جوریش است. بسیار خوب. حساب عمره دیگه از ما. و این شما از کمپانی‌های متفاوت دیگه اینجا دارید؟ بله از کمپانی‌های مختلف ما داریم. خاطر که یگان مشتری ما قطع اطراف معامله زیاد داریم. عمده ما دیگه. خب. بعد از اونها بعضیشان ارزان بای هم میخوان. باز ارزان بای از کمپانی‌های مختلف برشون پیش میاد. یعنی همین کمپانی مختلف هم که ما در اونجا در دکان‌های دیگه معرفی کردیم همین چیزا پیش ما هم هست. بله. در پالی برند. بله پالی برند ما. دیگه اونم بندای عزیز ما دیدن دیگه میفهمن چه داره. چطور ساجد صاحب؟ زنده باشین. تشکر از معلومات شما. معلومات زنده باشین. تشکر قدرمن اولیدونکو دا از موږ نننۍ برنامه هیله دل دې مو خوند اخیستی وي په آخر کې به آیی صاحب یک پیام جانانه ته بگو. چی پیام بگویم؟ برای بندای عزیز ما که در خارج داخل است.
چی پیام بگیم برشان؟ چی پیام دارن اونا بیاین نه بیاین؟ والا بیاین چرا نبیاین؟ افغانستان وطنشان است، باید بیاین بسازن. پول پیدا کنن نکنن؟ پول باید پیدا کنن دیگه، در وطن خود پیدا کنن. اول چی نظر دارن؟ اول پول همونجا پیدا کنن زود بیای بازی طرف. اما تو بکنم همین تاجرای ما. بله تاجرای ما باید بیا اینجا سرمایه گذاری بکنن، چرا که بعضی فعلا اینا چقدر مردم ها مهاجرای ما پس گشتن، کلشان بیکار هستن، کلشان در به در خاک به سر هستن. یعنی بیاین تاجرای ما اینجا سرمایه گذاری کنن، این مردمای بیکار ما جمع شود، یک کار شود، یک لقمه نان برشان پیدا شود. بله چرا؟ زنده باشین. سلامت تشکر. قدرمنو لیدونکو لدی مخوند اخیستی وی هیله ده زموږ یوټیوب چینل ویډیوګانو ته کومنټ کړئ، شیر کړئ، سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او له لاروین مایک ویډیوګانو نه خوند واخلئ. لاروین مایک له تاسو سره. پرزجات و صداقت، شورای برای یک انتخاب همیشگی.